بانوکو واجان سلام و درود. مرچی ما گون یک ویژه برنامه یا شما خدمت هستیم در مورد چین فعالیت ما بلوچستان چه مغربی بلوچستان و شرقی بلوچستان گوادر فعالیتی هایی که چین تا گوادر هستیم. واجه ناصر بولیدی بلوچستان استمانگل سروک مرچی گون ما امران که یه مسئله باره ها گشتر به ما توضیح بدن. واجه بولیدی و شاد که باستی مهربانی واجه جان زیب همیده واجه درستی این سنگتان آریان تی وی گام تشکر کنم این مهربانی که مشوار اجازه داده پدا دیگه پروگرامی بلوچستان باره ادا جور بکنین. زندگ باته واجه چین فعالیت هایی که گوادر هستین گشتر که مرچان چه بار هم یه فعالیت شروع کردن شما یه فعالیت باری یک بره کلی توضیح ما رو بده پدا ما شما گشتر بحثا تخصصی تر مثلا چین خب چین یک کشوری هنگام مدنی ملکی چه قدیما هم بوده و هنگام خاص اقتصادی لازم دی ما رو بگند و یه خاطر چین دنیا تو که بازین رسورسی پکارند بازین چیزی منابع طبیعی پکارند کشورانی و همه ده بود چیزانی با کنه که واسطه پکارند دید و شاین واسطه چین را درگیجگیند قدیما چین هزاران سال پیش چیزی بوده که ابریشمی راه که تاگت هم نشانانی هر جا هستند که چین دنیا و چیز باکتن چه دنیا چیزی یارده هنی پدر لوتی تمایه جور بکنید بله هنی دو طریقه شولیتی جور بکنید یکی همین راهی که قدیما هم بوده بلاوادی ممکنه هر اشتر و قافله بودند کاروان بودند هندگان راه بیتند گشتر قطار و ماشین و هواپیمای راه بیتند و لانچ و کشتیانی راه بیتند و پدا دیگه راهی هنی جور کنه اگه این همیشه دیجیتالی راهی بیتند نیم شما یه دوانانی سرا تونیم گشتر گپ بجنین ما شما پیسر چشه که دیجیتالی را که یک مثلا مهمه مسئله دیجیتال مسئله ما شما پیسر قطار و ماشین و یه راهی کرد کنگه و جاده هانی کرد کنگه اشان باره شما یک توضیح بده یه چه مسیر یا چایگاند و اشانی برال سود با شما معلوم که چیه تو اشانی ضرر چیه اشی چین چه هر نمگای راه پاچ کنگیند بله چین مقصد گشتر راه پاچ کنگ دیم په اروپا دیم په آفریقا و دیم په خاورمیانه اند آن نمگ یک روتین دیم په آمریکا و آپد هم دریای نمگ بیتن پر چک آی راه جاده نبیتن یه لازم په چین هم پدا نزدیکترین راهی که دریا که تنتونو هم آفریقا گو نزدیک بیتن از سوال جیشی و استراتژیکی و هم گو اروپا نزدیک بیتن و هم گو خاورمیانه و آسیا یه نمگا نزدیک بیتن پدا هم بلوچستان و همین لحاظا چین مثلا گوادر بعد سرمایه گذاری کنگین هنچک مشبایش کتگ نوکی و ایران همین قرارداد 25 ساله بندگاین که چابهار و جاسک پدا یه چیزا سک مهم دیما کایانتند ایشی واقع چین همشیند که بلوتیتند که وقتی چیزا هم بها بکن بله خاصتر چین واسطه مهمتر شیند که منابع طبیعی هم بیاری وقتی ملکا و یه لحاظا چین و هر کشورانی که قرارداد بندگین گشتر کشورانی که دموکراتیکن چوک آلمان یا فرانسه یا سوئد قراردادی بندید یک کشوران گلاگ نبند یک کشوران مال ورگ نبی بله ماشو گندگی که چین چوک کشورانی که پاکستان سریلانکا تا آفریقای جیبوتی یا ایران یه ملکانی حسابا پدا یه داو بیتند که چین تانکا فایده کنته خاص با ملکانی مردم شهری نیت که تاگد برابر انت چین یه برال فعالیتانی که کنگه انچو یه قرارداد 25 ساله شما اشاره کرد برال چین یه 25 ساله قرار بیتا یا نیروی نظامی هم بیاری منطقه مستقر بکن تا نیگا برال دست کم سیر اندا چینا وقتی مسلح نیرو آرتگان حتی گون ایران ارتش رزمایش و دیگه فعالیت بیتا مشترکی گون روسا هم حتی فعالیت مشترک بیتا چابارا بله گوادر تو که چین نظامی نیروان نامگرگ نبید تدنینگاه آیا ودام نظامی نیرو هستن یا نه فقط چاباره یه چیز هستن قرارداد هم هستید تو هم حسابی کمشید که پیسرتران و شک بوده که 10,000 چینی نظامی بوده بیتیم پا امنیت راهایگاه و گوادرگاه و شیک چین و هر جا که روتند هم چینی بودی ورگا هم کارانتند و تی پروتکشن هم کارانت خاص کشورانی که مثل جهان سومی یا سیمی جهان ملکان ببندید تیم ملکان تو که چین و تی درو چیزا وقت کاریتند پس یک نام مردمان سر اعتماد کردند نه کاری انجام دادند و دا هم همچین مثل پروژه هستند که وقتی امنیت چینه و اهمیت راهانی و امنیت قطارانی که دیم تراو بندند جراو جادهان بیتند چینه وقتی بیتند و ایران ایگا خاص هم ایده پاکستان ایگا همشی هستند که سایبری امنیت هم چین دستا کم باز بیتین
و ایران قرارداد تو کامشی هستند. یک مشکلی که چین هستند و خاص که چین وادی قراردادانی کشوران چون که ایران دابا بندیدند یا پاکستان ایگا قراردادانی اصل کامل هجبا شنگ نبیتند و یک قراردادان چین و کامو یعنی ترا هنچو کانتنت که چون که ترا یک احتیاجی تیسرا بیاری تا لازم مالی یا دیگه طریقه یا شانا کم مادی ما کاریتند همیشه شانا یعنی مبهمند زانگ نبند چی نیند بل آخر نتیجان گندگ بودن جهانی که شما پس هماره کم و باز رستگن ایشی بوده که کشوران چو جبوتی بودن سریلانکا بودن تا پاکستان بوده یا دیگه که آفریقای ملک بودن اشانا وتی بحری چه وتی سورنیتی یا حتی کنترل وتی شهرانی هم دست دادن زندگ باته چین شما به ارائه سایبری مسئله اشاره کد و اول برنامه هم شما اما راه دیجیتالی که چین شروع کرده چین یه دیجیتالی راه مثلا چی لوتی هدف چیه که یه برای دیجیتالی مسائل هم وقتی که بیاری بلوچستان تو که اجرا بکن بعد ایشیا برای انچو که ماش پیسر چه یه دیوانه هم گوام دیگه گپ جتا ایشه برای مزنی ضرر نه تنها پمار بلوچان حتی ما همسایگی ملتان واسه هم بازی ضرری هستی شما ایشی باری گشتر توضیح بده مسئله این که دیجیتال ماش بزانید که شیا ببخش ما یکم که ممکنه خبراتی دراز کش بکنون این مسئله دیجیتالی چین خوب چین آماده کن پیشرفت هم گشت لوتیت یک ابر قدرت اقتصادی و نظامی و سیاسی دنیا تو کو بیتن و رقیبی آمریکا اند دیگه و یه حساب چین چیز همشیند که من لوتون که وتی به صلاح کنترل بیتن دنیا مرچی تمامی دیجیتال سیستم که چه ماولا کات که اینترنت یا یه چیزان چه آمریکا ات که گند و چه بودد که به صلاح تاگر به پی سی اند کامپیوترین که مثلا ورد مایکروسافت این تا مکنتوش انتی هر دونانی مرکز آمریکا بوده و اینترنت جرند گوگل و دیگه فیسبوک و هر چیزی که اتکنن یه چه آمریکا بودن پدا کابلانی که کشک بودن تی کابلان تا بشک بیتند که 98% چه آمریکای دابی گذانت یعنی آمریکای کنترل آیند یک دابی نه دابی و اشی خوب خاصش این که بعد یک طرح کمیونیکیشن دنیای دستند اشی تی دنیا حساب تی دستاین دنیای مثلا ارتباطی دستاین و اشی ماش همزانی مثلا بلوچستان چه پیسر هم یه چیزام بودتگ اشی که چین مثلا اولا که ماش مثلا آیا چین گپ نه پیسر تر انگلیسی گپ بودتگ تو بر چابهارا یا جاسکا یا جیونیا و تا حاجت اکادمی سیستم تلگرام هستند یعنی بلوچستان واسه همه قرن 18 تو بعدی که مثلا 19 که مثلا انگلیس لورته یک کار انجام بداتن جالب شد که ما شرکت یک آی جور کردن تا ودی انگلیس واسطه پمیشه ملکانی حسابا په انگلیس حسابا و آیا همه شرکت یعنی چین ازورته تا انگلیس شرکتی بریتانیا شرکتی یعنی ایشی یعنی بلوچستان چه همه قدیما هم بود چه بلوچستان چه همه قدیما چه اروپا تو برای دیم په هند چه اروپا تو برای دیم په آفریقا یا خاورمیانه راه سرا کپیتند و پای خاطر هم آشپزانی تو بلوچستان هم آوردی هم چین چو جیره بوده همه تلگرام راه سرا وادی که انگلیسی یاد کرد و هنگام بلوچستان خوبانی وادی که آمریکای سیستم هستند تا آمریکا سیستم دیما چین لوتینگ پد همه کارا بکاتید پدا چین لوتی تی وتی مرکز ارتباط بیتند هنگام آمریکا مرکز ارتباط نیویورک او دی لندن تا آگه مرکز ارتباطی بخاطر ما دیجیتال سیستم ها هنگام چین لوتی تند که آمریکا دیما یک نوک دیجیتال سیستم یک نوک اینترنتی او که کنترل پرداخت ضرب بیتند ضرب دیگه حساب کتاب رد بدل بیتند اطلاعات رد بدل کنگ بیتند و مشوزانه خاص توی کرونا یا آگاه یک مردم چه لوگا کار بکنن دیجیتال سیستمانی اهمیت گشتر بود یه حسابا پدا چین واسطه سک مهم تانی که اشیا گشتر دیما بارچ تا 2015 چین پروگرام شروع کردن وکیم پروگرامی نه ولی تیمشی گسترش گشتر بوده و پدا چین که در کپ نزدیکترین جایی که فابریکا نزدیکین پدا بلوچستان دریایند که کراچی شروع بیتن تا مثلا بندر عباس بیتن ماکران زیر یا مثلا بلوچستان دریا یا مثلا دنیای گوشه عرب دریا این حسابا مثلا در نزدیکند و چین هنگام شروع کرد که اولی تست چینه با ابریشمی راه و جاده جور بکنند آی هم گوادرت و هنگام هم شروع کرد ایشی هم گوادرند یعنی گوادر چیزی که مثلا فاینانشال تایمز نوشته کردم فوریگی سالم یکی چه احتمالاً مرکزان چینه ایگان پای دیجیتال سیستم گوادر بیتن و هنچون مشوزانه ایران نیمه هم چینا یاد که گوده چی کتگی 25 سالی قرارداد صاحب چابهار و جاس که هم کنترل چین دستا بیتن و یه پیش داریتند که چین لوتی دریایی نیمه هم وتی دستا بگیریتند دریای آن نیمه هم وتی دستا بگیریتند پرچه شی اهمیت یه داب هستند که یه کابلان که دریا چیرا روانتند
خب هر کسی پادگر سر جاسوسی کرد. مثلا همین کشور سوئد آمریکا کمک کتایت روس سر جاسوسی کرد، کابلانی که سوئد گذاشتن. بعد دانمارک آمریکا کمک کتایت سوئد سر جاسوسی بکند. تیگر سوئد اعتراض کتایت همین خبر سر. نه آمریکاییان گوشتگت که خب شما جاسوسی که درو کنند، شما باید انتخاب کنید شما سر روس جاسوسی بکن یا آمریکا. بشین کنی تو که پدا بشین مثلا آمریکا خوبشون چیز ضرر نجا ولی روس از ضرر شما مثلا گیشتر ضرر جا. نیپ ما بلوچ هم مثلا همشین دیگه. ما مثلا شینی که ما مخالف چین ببینیم یا طرفدار آمریکا ببینیم مخالف آمریکا ببینیم طرفدار چین ببینیم چه پیسری یه منافع ملی ما راش نگوشید که ما یک کشوری طرفدار ببینیم بلکه منافع سر باد بشاریم. مرچی اگه چین ودا کهیتید یا دیگه کشور ودا کهیتید حساب کتاب تو که بلوچ ور بیتین. چه چابهار بیشتر تا گوادر بیشتر. بعد یک بلوچ ور نمیگن چه آیا آمریکا بیشتر یا چین بیشتر ایشی می ضرر تمام بیتین. ماشو زانی مثلا نگن چین مثلا تا چند اندازه به حکومت ایران اگر نزدیکی بکنتین. هر دویان دیکتاتوری ملکن، هر دویان ایدئولوژیکی ملکن، یکی وقتا کمونیست زانتی ظاهران، یکی وقتا اسلامی زانتی ظاهران. تا چند اندازه پداشان یکدیگر همکاری کنه هم شما گنده که شما مخالفان و تیگان هیچ تا با نفس کشگا نیلان. در حالی که مثلا تا آمریکا خب مخالفان و حکومت آیان ورن مجلس آیان روزنامه‌ش هم مجلهش هستین همین دفعه سوئد و بیتین یا دموکراتیک ملکان دیگری. یعنی ای لازم مشوره باید مردمان باید بزنند که چین یا گودا پایان مزنی مشکل جور کنه تا آینده مش میگه. دقیقا شما باز وش توضیح دادی مسئله باره بر چین لوتی بتی حاکمیت دیجیتالی حداقل حاکمیت دیجیتالی دنیای دستا بکند چیزی که یعنی آمریکای دستیم حاکمیت دیجیتال به هر چین دستا ببید بازی مشکلی جور کند با فعالان مدنی و سیاسی و یه دیگه فعالانی که بلوچستان هستن به هر چین قرارداد 25 ساله اگون ایران یک بخش قرارداد امنیتی که چین امواتی امنیت لوتی تامین بکن وقتی نیرو و نگاه و منافع ام ایران و حکومت منافع که اگون ای منافع مشترکه به هر این منافع در تضاد اینگو منافع فعالان حقوق بشر و سیاسی و غیره که بوده هستند یه دیجیتال مسئله 100% با یه فعال مشکل جور کند شما یه چیز باره ما رو گشتر سرپدی داد کنه که یه مشکلات مثلا چون مشکلات امکانات جور بکن تو دنیا نظر چیه برای دنیا سازمان بین المللی یه مسئله باره چیه یکی چه چین تبلیغان کشورانی که ایران هم وقت لوتی و دیجیتال سیستم چه دنیا دور بکن چین یه به اصطلاح ابریشمی دیجیتال سیلک رود که نامی هستین پر ایران واسطه خاصی سک مهم بیتن پس چین پیشان تعلیمی کار هم هستند تو یه فکر بکن که چین یه تعلیمی کار په اینترنت کنترل کنه گوشان تا منطقه ترکانه که تا چین هستن الگورانی او دانید او دا کیا بارتند همین کشوران اسلامی مردم ما خاص ایرانه یا هم دا تعلیم گنده همین ارتش سایبری ایران بازی نرو چین تعلیم گنده تا همه منطقه که الگورانی که چین مسلمان او دا گوشی وتی نماز بند کنه وتی روچگا بند کنه وتی ترکیه بند کنه شما دیگه چینی بیبه اسلام حویل کنه شما دیگه وتعالى بسلا ایران چین حزب کمونیست ایدئولوژی وطن نزدیک بکنه تا شما بار هم بود سر تعلیمش داد بعد برش گردینیدین و یک کشور حساب هم شد که کاملا مثلا وقتی سیستم دیجیتال ها چه دنیای دور بکنند مرچی خوب هر کسی زانتی که مثلا ایران مردم لوتن چه لوتند بلوچستان مردم چه لوتند ایش لوتند دنیا ارتباطش ببینید بل آوادی چین لوتیدن فقط آیا طریق ایران لوتیدن فقط که هم وقتی سیستم یک آیان وقتی حسابین هم وقتی تبلیغ مذهبی و نظامی و وقتی به اصطلاح چیز بیتین هم یه کنترل بیارند فهمیده که تو گشت حساب شی بیتند که وقتی که شان چین دستا و بانتن و ایران وقتی دستا و بانتن نه اینکه ترا نیلانتی ترا جامعه مدنیت فعالیت تو بکنه ترا بگیرانتی بلکه ترا اجازه نمیده تو فعالیت مدنی شروع هم بکنه هن چین فعالیت مدنی شروع کنه اصلا نبیتند چین مثلا مسلمانانش گفتن برتگانش میلیون حساب کمپان تو کایند که تعلیمش بدن که چطورکا وقتی ترکیه و وقتی اسلامی ویل بکنه حالا کسی نوشیده که تو وقتی مذهب باید بتونه بدل بکنه بل تو وقتی بدل بکنه نه تر حکومت بفرمایید چون که ایران حکومت مثلا مردم که شیعه و یا شیعه جعفری به یا مردمانی که مثلا اگه شیعه هم گونور نه بجانتش که تو مثلا باید این گومور ببه یعنی این حسابند که چین یه مشکلی که نگاه هستند دنیا دیم مروگین دموکراسی نیم مگر روگین تحمل و مدارای نیم مگر روگین مذهبی آزادی بیتین سکولاریسم بیتین ولی کشورانی که چون چین و ایران و شانند ایشان پشت روگند ایشان همیشه
برگشت لوتن بکنن یک جایی مثلا چین هنو هر جا لوتی تقلیب کن کنفوسیوس وتی مثلا ما سیستما که مثلا ما آدم مدرسه پشت تا سوئد مثلا که مردم برامات نی مثلا هم وقتی گشنتی سافت پاور مثلا وقتی که دیم آورد ایران مثلا هم تا استکهلم حسینیه هستند که مثلا وقتی طریق مثلا وقتی حسینیه تبلیغ بکنند دولت یک کار کنه که مردم یک کار بکنه کسی ایرادی نیه مثلا سونیان بیان وقتی مرکزی جور بکنن زیگریان بیان شیعان بیان یهودیان هر کس وقتی هستند ولی دولتی وحدی که بانتے ہیں تو شام پدا شکل بدی گرانتے وحدی که تو مذهب و سیاست کاره و دولتی کاره نتیجه متاسفانه ای روم حکومت پیش داشته خرابی کاری تین تا جماهیر شوروی که کمونیستی یار و یا تا وقت ایران و افغانستان هم آشوا بیچاره چطوره کانت ایران مردم پیسر حداقل شدیگ نیتن هنگام حکومت اسلامی جمهوری اسلامی ایران تا چند داده شدیگ بیته ایدئولوژی تا هر دا بیاره تر مشکل جور کنه درسته. بله یه چیز دیگه یک مهم مسئله هست که به هر حال ایران همی حسینیه مثلا اروپا تو که به هر حال شاید تاثیر ارکت ولی باز تاثیر ار نکوت یا چین مدارس کمونیستی و ایدئولوژیک بله یه چیز ما پدا برعکس ببین خاورمیانه تو که ودا تاثیر ار کنه ایران حسینیه لبنان یمن سوریه و فلسطین و دیگه جاگان تاثیر ار کوتا و چین هم بازی ملکی یه تاثیر وتی ار کوتا به هر حال ماشما بلوچ هم پیش داشته که تاثیرپذیر هستن چون که پاکستانی دینی مدارس هات که مثلا این چه تاثیر بلوچستان شرقی یاره نکوتا بعد که قسمت غربی این چه تاثیر یاره کوتا برای یه تاثیر چین یا ایران حسینیه یا چین کمونیستی مدارس تماما یه تاثیر یاره بکنن شما یه چیز باره یک توضیح ما را بده گشتر که مثلا ما بلوچم چه راهی هستین که گویا یه چیز مقابله مثلا ماشوا بلوچی مثلا شینت که ماشوا گندگیند که نگان چین هر جایی که رابطه چین مثلا رابطه تا چین آمد جیبوتی که اردو که ملکیت و چین هم بود پایگاه نظامی هم جور کتا یه چیک گادر روته تام دیجیتال را پدا کابل چه دریه چیرا روانت تا مثلا عدن و یمن چیرا هنچ گذان تا روان جیبوتیا اینترنت شری سر نیت هاگات بل هم یک مرکز یک چینه هم بودن پس بود روتین دیم پا مصر و چه مصر روتین دیم پا فرانسه یا کهتند که اولی که مثلا حدش کتاشی به ما دب کابریشی می را اولی گوادر شروع بود دیجیتال هم اولی چه گوادر شروع بودن بله جیبوتی مردم چین همین چه وام داده که چین جیبوتی مردم چون نسل نتونه این وام پاس بدن مردم واسطه هیچ نبوده پا حاکمان واسطه بودن چون که ایرانی هن چون که مثلا اگه پاکستان هم کاری بوده پاکمان واسطه پا غریبا نبوده تا گوادر بره گوادر من یک مقاله وان چین یک وزیر امور خارجه برکته که ما گوادر مدرسه اد کتا هاسپیتال اد کتا یعنی اسکول اد کتا آدم مدرسه دینی نه پاکستان مدرسه دینی مدرسه دینی اوشانتین یعنی مکتب اد کتا که مردم مثلا نوتی درسا بانانتین بله گوادر چین چیزی نیست حالا شان چین اد کتا ممکنه تا دیگه جایی پاکستان گاردی کتا گوادر نام آیا بله گوادر نه هن گوادر مردمان بارگه نه پاسن و آن مایگم برای بیتن چون مشوزانی مثلا مایگم مردمان مینا و بیای تا بره تا جیوانی او تا پاستینی او تا کراچی یه راکت درستی مایگم همشان بردک و ادانید که یه اشانی مشکل شد که شما وادی که ودا کایانتین وادی گویت ایدئولوژی کایان چکتا گشت ایران و یک چین دائمی کشوری اشان ملکانا فکر هم خراب کنند یعنی نظام درونی هم دیگه خراب کنند جنگ و جیره جور کنند پرچه پزور لوٹن طرح چیزی چطور بگیرند پزور لوٹن طرح چیزی بدهند بلوچ یک مسئله گوشت چه مردم چطوری به اصطلاح پزور گیپ کنه ولی پزور دعاتی نکنه نه ایشه که یه هر دو طریقه اشان حسابا پر مردم مشکل جوری بیت ما در جیبوتی مردم واسه مشکل بیت سریلانکاشون سرمایه‌گذاری کرد سریلانکا هم یک الورتش یک چی اد بکنند یک باندنی اد بکنند ودا یه باندن واسطه رابطه تا هند اولا چین ما به سریلانکا مردم گشت ما باند چین آمریکا هند گفت شما را باندن پکار نش ما ما یا کافی گشتش ما چی کنیم آوات لورتش دوزی بکنم به سران سریلانکا گا رابطه آمریکا آیا مگه مشوره نده پس آیا اگه بدهتی مثلا نیم درصد طرف بهره گرانتین چین وگرا رابطه چین گوشه مشوره نده 2% ولی مگر ما وقتی راه هم بل دریایی بود پس پاچ کنن سریلانکا معلومه دریا درنده و تانیگا آب شهر درو تا 90 سال چینه ای و علاقه کلا چینه ای دستان تو وتیگا چون چی سریلانکا نتون تو تزارم بداتن چین وادی که جایی کهتین ایران مثلا شیند که ایران هم دکتر گشت مشکل جور کانت هشت شعبی جور کانتن و جنگ داخلی جور کانتن و مردم کشیدن چین مثلا شیند که چین تی ملکا
قرارداد حسابا چطور بارتین تی منابع طبیعی چطور بارتین پس تر چیزی هم نداره چین مثلا وقتی که جایی که سرمایه گذاری کردین و تی مردمان کاری تین پس دیگه کار جور نکن چون مثلا مشون ملک مردم دیسه چین مردم واسه کار رسته یا مثلا دیجیتال را که چینا تو قادر اد کنه بوده ماشو بالوچم ممکنه بازی نه اصلا نش کته شیعت که بود بچه یه قابل کشید بارتی ولی اشی اثر سک بازن اشی اثرشن که چین چه اشی تون کنترل بکنتین همه دکتر گشت مثلا بیچاری که کیچ کاری کنه اگه پچک مردم مرچی درو ارتباط گندونین مردمانی تلفن و اینترنت آیند دیگه اشی پده بعد چین دستا بیتین پده حکومتانی که دیکتاتوری چون که ایران دستا بیتین اشی پده په مردم واسطه مزنی ضرر جور کنته تام دکتر گشت پده ایدئولوژی تبلیغ کنه یکی آوتی که کانفوسیوس او وتی ورژن کمونیست تبلیغ کنه یکی وتی اسلام و شیعیسم و هنچی ماشو گنده ایران مارشان پیسر وتی گشت اسلام نامی گشتر گفت بل مارشان گشت شیعگری نام گرگین و یه پده مشه ملک واسطه مثلا جنگ و جیره جور کنه درست دقیقاً چیه که مثلا کسایی که مخالف ایشان سیاستن به من 100% به راحتی حاکمیت دیجیتال چین توانیشان بگیرید و گارتور بکن و در مقابل آواتی ایدئولوژیان واسه راه پچ بیدن چون که ما ایران برای گندگان سیاستان دقیقاً بلوچستان تو که سیاست گندگان وقتی سنی و مولایانی مثلا رای پچ کته البته نه مولایانی که مثلا بشری دی ما شدن شهری مثلا مولوی عبدالملک کات مثلا یه فعالیتی برای شروع کو ایرانش و پاکستان تو که ترور کد بله دیگه مولا هستن که اما مثلا افراطی سیستم وقتی که دیما برن ایران هم تریبون داد که آزادانه وقت کارا کنه برای چین و ایران سیاست هم کارا کنه برای کسایی که برو مثلا دفاع بکنن چه حقوق ملت و سرکوب بند بعد شما سریلانکا اشاره کو چین و برای سریلانکا قرارداد بیته وقتی زباله آن چین اعتبار طبق همین قرارداد اما این ملک تو که برای مدت دفن کنته یا زیست محیطی مشکل ایجاد کن یه مشکلات تماما برای بلوچستان هم بیایید یه مشکلات ایجاد بکن برای ایران قراردادی بسته بود چینا که وزیر خارجه ایران گوشی ما نتوانی قرارداد پیش بداریم شما که چه بندای مایده امضا کوتاگو نکوتاگو بازی یعنی گوشگان که شما ایشان پاکین ایران 25 ساله حداقل جنوب ایران پچین بره با کوتاگ شما یه زیست محیطی مشکلات باری گشتر سرپدی داد کنه محیط زیست مشکل و هنگه په ماشو بلوچن جور کوتا واده که چین مزنی کشتی کایان تو تریلر چیش کوشانته مایگان درست نگران دریه تو که هر چی برانتید اشی و بلوچستان محیط زیست حتما خراب کنده و هنگه هم خرابی کنه هم مردمانی بیکار کوتاگند چه نگنی چگیل داتگند چه ورگی چگیل داتگند و هم شیک محیط زیست جاور هم دریای خراب کنده و هنگا هم ماشمان نزانی گوادر چی بوگین چه بسیار چیزانی یارگین دیمتر مثلا چابهارا و جاس کا چی بیتید چی هم ماشمان نزانگین بعدی که چین مثلا تو پولا بسیار مردم شما مثلا 400 میلیارد زرنی مزنی نه ولی فکر بکنه حالا مثلا وقتی چین اوتی دروازه پاچکن پس سرمایه‌گذاری مثلا چون سال تو که غرب اوده 50 میلیارد سرمایه‌گذاری کنه چین چی دیگه مره تو سرمایه‌گذاری بکنه په مردمان واسطه کار جور بکنه و راه و جاده و سیستم شهر جور بکنه کم کی زر هم ترا دیما بارته باز ترا دیما بارته بله اگه بازی زر نتر برسید مثلا ایران خوب نفت زمانه بری 400 میلیارد هم یک مدت 4 سال تو که هم رسته 5 سال تو که هم رسته ولی درو خرج بودن پچیه پجنگ جیره شری سر خرج نه بودن این مزنی زر چینی یارگین بعد یه زر دیگ راحت نه 400 میلیارد زر تر کیتی تا ایران خوب اگه زری هم گیر کیتیم وقتی لا پنتم مولانی شام پد وام داد و نکنه و پدی وقتی دوزیان کنه دیگه چین منابع هم مصرف کنه که پد زر رو بعد شما وابسته که تا نگاه فکری بکن که مثلا آلمان و آمریکا لوټ سازمان ملل یا قراردادی ببرانتند که چین محکوم بکنه که مسلمانان سر ظلم کنه که اولگران ترکان سر ظلم کنه یہ قرارداد دیما کی وشتاد ایران وشتاد پاکستان وشتاد که نه چین یه مسئله داخلی و برای تروریسم اولگران بیچاره تروریسم درست گرفتن کمپانی تو که بند کتگند و که تعلیمش بده که شما وقتی اسلام و وقتی ترکیه ویل بکنه تا ایران قرارداد بود پاکستان هم آمد که دیگه ملتی کمایت هم که فلسطین مثلا خوب وقتی حکال ورته چه اسرائیل بله چه اولگران حکا چین اگه آیم امضا که نه یه مسئله تروریستی مسئله داخلی چینین و نباید دنیا کاری بدارید کشوران اسلامی مثلا بازین مخالفت کرد و آنی سر ایران است یعنی یه قرارداد ایران بود این یه دفعه طرف وابسته کنید مثلا شین که مثلا ایران هر جا مدعی یک ما مسلمانان چه دفاع کنم یا مثلا عادی کشور که من چه کشور کشمیری هم مثلا فلان جا دفاع کنم ولی گرا اولگور مسلمان ها اینا معلوم بیت که مسئله اسلامی نیست
ادا مثلا کشوران وقتی منافع الیت یک حاکم منافع تی و ادا یک همچین موضوعاتی هستند ادانید که مثلا دنیا ماشو بلوچ باید سرپد به اولا ماشو باید بلوچیه بداریم ماشو بلوچیم ماشو ملک بلوچستان و یه حساب باید ماشو باید تامین بکنین و یه فکر هم کنید ماشو 100% مخالف چینید نه ما هیچ دابا هیچ کشوری مخالف نباید به پس مثلا منافع ملی هستند تر هیچ با دوست دائمی نیستند ولی ما بلوچ باید یک کاری بکنید که وقتا سازمان یافته بکنید وقتا توانمند بکنید که بتونه چه چیزا استفاده کنه یک چیزی ما باید بزنه که کشوران پاکستان یا گوادر لوتی کار بکنن 20 ساله چینا دستاویت چینا یک کار دیم برده گتن ولی پاکستان وقتی اما سران تو که همین چو فساد است و کار خرابی است که قرارداد هنوز چون سال هجان رسیدن ایران هم همین دامتی حکومت هنچو سیلند که اگه چین هم بیه نتونه کاری بکنن ولی خب کار خرابی باز تو بکنن و ماشو بلوچ باید تیار بکنه پروچه که اشان دیگه نتونه وقتی کاران دیما برانتین ماشما باید وقتی مثلا راهی که هستید به بلوچستان یک کل مولا فاضله یک مادنین راهی در بگیجین که بلوچستان وقتی سرمسیره برسیدین زندگ باته برال یه فعالیتان دیگه یک مزین مشکلی هستن که برال ایران حکومت مثلا یه 90 سال نزدیک 100 ساله البته بلوچ حاکمیت مثلا اما ملیه که ما رو پیسر بیت کوشش بکن که آیه بلوچ اصلا فراموش بکنن بله بلوچ فرهنگ و زبان و یه چیزا نگار کنک واسطه بازی کوششی کرده که و چین آیگ و یه حاکمیت دیجیتال چینه بلوچستان تو که 100% یه مسئله هم ایران بازی کمک کند که ایران بتوانی که بلوچ زبان نگار کنک سیاست دیما ببرد شما یه مسئله باره دنبال کتا موضوع چیزی مطالعه کتا و ما را سرپدی داد کنید این که ماشا بلوچان هر وقتی که امپراتوری بودتگن چه ترکان امپراتوری بودتگ و چه فارس امپراتوری بودتگ عرب امپراتوری بودتا په اسلام نام آیت که گند باشه بلوچستان چون تو برای خطر چیره آیت که گند که بلوچ شهر هم هستند پوچند تک چه ایران و جاگاه نبی چیران بله هندگی حالت با ماشه بلوچستان سک باز بدترین په می خاطر ماشه بلوچانی چم گشتر پچ کنگ لوتانتین گپش اینت که ما هنگام بچارند که بلوچستان سرزمین مهمی سرزمینه یا سوق الجیشی استراتژیکی منطقه یعنی چون مگوشت ما دیگه که چاباره بره تاگت ساختمان هستند که انگلیس آرد کتاگند بلوچستان شما ودی راو دریا بیتت انگلیس هم که کتاب هم هستند مثلا گریت گیم تو بلوچستان مثلا یک بحریچا گریت گیم و چین و روسیه بوده و هنگام هم هنی کامو باز پیچیده ترند هنگام باز مشکل تر بوده مثلا پرچه که آودی یکن روس و چین بلکه بودند قدرتمند کشور هنگام بلوچستان ماشوات بلوچستان وقت بحرند ایران و پاکستان و یک بحری افغانستان آیند دیگه چین یک بر قدرت چین آود وقتی مستعمره بود یعنی هند هم بر قدرتی ما وقتی یک مقاله وانتگت بانو که اندرا گاندی که گوشتگتی که اگر روی چی یه علاقه آن مثلا مشکلی پیش بیتین ما را باید این برنامه بیتین یک دابی بتونیم ماکرون زیر وقتی دستا بگیریم پس یک ماکرون زیر همه انرژی توانمندی سک مهمه و آمریکا هم هستند تا علاقه گرچه بازی نکشه آمریکا و تا چه خاورمیانه دور کنگین روس هم هستند تا چه کندیگان تا وقت پیسرتر مثال جد که روس و چین و ایران نظامی بود انجام دیگن آمریکا و تا عربی کشوران تو که هستند چین پاکستان هستند چین پدا تا ایران پیدا گین روس هم پدا تا ایران پیدا گین این مسائلان باز مشکل تر کندین په این خاطر ما را باید یک بلدین و زاندکارین یک همچین سیاستی بیتند که ایردا ما وارتن بلوچستان منافع په مذهب حساب بلوچستان منافع په وتی قدرت حساب په وتی طایفه حساب بیت مثلا تعریف بکنتین بلکه بلوچستان منافع بلوچ حساب تعریف بکنتین و یک سازماندهی سیاسی حزبی قدرتمندی بیت مرچی تو طایفه سازماندهی نتونه بکنه که بتوند تایی جنجالانی که دنیای تو که مرچی هستند اشانه بزانتین و بزاند که حد حدود بلوچ چین کجا نیمگا چطورکا بلوچ وتی حقا گفت کانتین ما تاریخی لحاظا چون برای همچین رد وارتا بعد یک پرتغالیت که گنت ما نزان تا گونش چی بکنید مثلا عمان وتی رابطه جور کتو وتی کشورش داشت همین بعد که انگلیسیات با بلوچان نزان چی بکنه و فدا ها که مثلا عمان مردمات مشکته و آنگو ماشون بلوچان زمانی کم بهتر آیان تو وتی رای در بگیجند وتی ملکش داشت انگار یک کشوری خوب نفت پایدش هسته در حالی که نقشه تو که پیسر بلوچستان یک ملک حساب بود تمام کشور نبود تگن تو نقشان قدیمی هم چاره بلوچستان یک کشوری
دیگه کشور نبودن تو ادامه دبا که ایران هستن و افغانستان هستن بلوچستان هستن آنگو بریتانیا هستن آنگو مثلا ترکیه عثمانی هست بل بلوچ وقتی حیثیت بوده وقتی ملکی بوده بل ماشوت ملک های دست داد دلیلی هم شد که ماشون نزاند که دنیایی که وکین جور بگین یه دنیا گوش تهرکا رفتار بکنین یه بری بعد ما شما یک راهانی در بگیجند که وقتی تهرکا گوی دنیا رفتار بکنین دنیا بزانین تا نیویورک چه اتفاق پگاین تا ژنوا چه اتفاق پگاین تا واشنگتن چه اتفاق پگاین تا پکین تا مسکو نیپم شما مثلا ما و تایید مردم بلوچستان مشروعات شریک سازماندهی که همه دابا که تا دنیا گون رابطه هستند تا آمریکا و بیشتر و تا طریق یو ان پی او مثلا و تا اتحادیه اروپا و تا هر جاگا مردم تو وقتی حداقل بزن چی بوگین اگر دستی نرسگین ولی زان چی بوگین که مردم حال بداتین همین مسئله دیجیتال مثلا راین ابروشمی راین خب شی چیزی که مثلا ما شما خبری کنگین شی چیزی که مثلا ما شما مطرح کنگین فهمیش که ما شما شانی مثلا باید بزانی و ما شما بلوچ باید وقتی راه بشری سر در بگیجند یه بری و دنیا بدل بوانه چه ما شما بزانین خاورمیانه هم بدل بوانه این چه چیز که یک جا کهتند یک چیزی که یونان بوده وادی گوشت نوکی قدرتی در کپیتند شفشان تسیدیس ترپ مثلا وادی که آتن دیما مثلا اسپارتا و تماترا کانتند هم ورده ملک مانتند آوادی خوب دیو یونانی شهر بانتند بله یه دیوانه وادی قدرت گرگ بانتند تشی مثلا با همدیگه جنگ بانتند تسیدیس یک که چی نویسندگان یونانی هم آوادی فرمانده جنگی هم بوده گو سخنرانی هم بوده گو کتابی هم نوشتگی فلسفی کتابی که سک شهر در رابطه با این موضوع چطور بسیار یه روابطان اجتماعی کشوران جور مانتن هندگان که چین پادت که آمریکای دیما هم دنیای نقشه یک آوادی که به اصطلاح وادی که روس و فرانسه امپریالیسم بین روگتن و روس تبدیل به شوروی بود آمریکا در کب دنیا دیگه تغییرانی بود هنوز چین یاگا و هند یاگا و پدر روس پدر سرجانگیند که چیکار بکنتن پدر دنیا بدل بیتن و نیه بری هستند که ما شو بلوچ باید وقتی راه شری سر در بگیجن که وقتی ملک ماستر وات ببین وقتی صاحب وات ببین وقتی واهند وات ببین و ایدا ما بیتند که ما شو فقط جنگ جا ببین بلکه یا که یک جایی ببین که بحر ببین بلکه تو آیان ور ببینید همین در بندی اروپا مثلا آمریکا و چین نیاما همین دیجیتال سیستم و اروپا منطقه چیه بکنته اروپا گپ هم شک ما نلوتیم ما شما پلینگ فیلد ببینید جایی بینش شما مثلا لایو کنه بلکه ما وقت لوتین لایو ور ببین ما شما بلوچ هم باید دیگه لایو ور و ما دک ما گوش عمان و تا لایو ور کوت و فایده شهر کتن آدگرا و لایو ور بود و پرتغال و بی و انگلیس و بیتن و تی کاری شهر کتن ما شما نلوتید گو لایو ور ببین لایو ور نبودین چین کو تا آخر وقتی ملک دست داد حالا مثلا بگوشیم فلان بلوچ خانه جنگ کو پر انگلیسای فلانیا بله پرتغال جنگ کو بل مروچی نتیجه چی بود مردم نتیجه بود یک سیاسی مردم بود نتیجه بچاریتن ما شما باید یه نتیجه بچارین که بلوچستان اگه ملکی بود تگت وقتی ملکی بداشتین اگه ملکی نه پدا وقتی ملکی ببیتن برابر شما اشاره کد به یه مسئله که ما دیگه طایفه سازوکاران زمانه شده آ زمان که خیر طایفه سازوکار بیتگانی ماره مدرنی از بلوچن که یک کار دیمه ببرن بله انی بلوچ فکرها باره چی چو تغییر کوته شما حالا آ طایفه سازوکار دنینگ زور جنگان بلوچستان تو که یک و دوش که آ زمان که آمریکا انگلیس به هر حال اسلام سیاسی ها چه استفاده کو چه بلوچستان تو که افغانستان تو که چه روس ها کمونیستی سیستم ها مبارزه کنگا انی برعکس هم بیتا چین کمونیستی پدا چه اسلام سیاسی ها برال استفاده کنگا هم پاکستان تو که و هم ایران تو که یه اسلام سیاسی برال مشکل سازی آیا انی غرب لوتی کو اسلام سیاسی ها مبارزه بکن یا نه دنینگ آیا ابزار زانت که کمونیست پدا بمیرینید آمریکای واسطه اسلام سیاسی بواگ یا نواگ شک که آی واسطه ضرری هستید ولی آی واسطه فایده هم هست منافع چاریتید آی هم شک مثلا واسه دیستات که چطور که مثلا وقتی پاکستان و مجاهدان روس خلاف مثلا استفادهش کردن همه طالبان هنیت که خب آمریکا هشتند بیان قدرت دیگه مثلا عراق مثلا همه مذهبیان تند که آمریکا وقتی که صدام دور کنه مذهبیت که تو مالکیت و یه دیگه که تاگت عراق بود نه چه همه عملا شد که دنیا هر کس وقتی منافع چاریتن ولی خب مرچی دنیا سرپد بود کم و باز که اسلام سیاسی ملک واسطه
شهریه نیاری تما دو گوشت مثلا اسلام سیاسی چیه که تو مثلا دو کشورانی که اسلام سیاسی هبرا کنانتین اما اورگلان ترک که بیچارگان نه که مثلا چین مذهب سیاسی نه که مثلا زید ول فال وقتی نماز روچگا بکنانته فقط وقتی مسجد تو وقتی عبادت بروانتین چینش به عبادت نیلیته چین حمایت کنه اما کشوران اسلامی روان سازمان ملل روان دیگه جاگا حمایت کنانتین گوشن که چین وقتی مثلا گوشن تروریستان شان چی لوتن کنه لوتن برای مسجد نمازی بکنانته حالا یک نرو مسجد نماز کن جنگ نلوتی یا که اگر مسجد نماز که هم جنگ نلوتی تیت مردم بیل وقتی کارا وات کنه وقتی تصمیم وات کنانته ایتانه که چین طرح تصمیم گیری نیلیته و یک کشوران همیدامه حرکت وحش بیتید و هنگام مش گندگید که چین وادیک مثلا تا علاقه کیتید مش علاقه انچ تو گشت مثلا وادیک ودا کیتید هنگام اسلام سیاسی هم استفاده کنگن پاکستان تو مثلا بچارنش تارکه اسلام سیاسی استفاده کند ایرانش تارکه اسلام سیاسی استفاده کند افغانستانش تارکه اسلام سیاسی استفاده کند و ماشا بلوچ همی سه ملکن تو کای هر سه نام تا جمهوری اسلامی امارت اسلامی گوشانتین چه تارکه بسلا چه اسلام استفاده کنه در حالی که مردم تا خاورمیانه تو حساب بکنه چه همسایگی ملکان روسیه نه تو حساب بکنه این سه کشورانی بدتر بودن ای ترکیه بیشتر تا کشوران امارات و بشر این سه کشور بدتر بودن پرچی که مذهب و دیگه سیاست بیار استفاده کنه مشکل هپی و ماشو بلوچان خاص تیاری هنی نیست چون تو گشت آدابا شری سر بیتن پرچی باشه جنبش اولا که خاص بلوچستان غربیا مردم گشتر مذهبی بودن در مقابل مثلا شیعه‌گری لوتا مذهبیگری سنی دیما برانتن ادا مثلا بلوچی کمتر مثلا نشان دهی بیتن ماشو تا زمانی که اول بلوچ مزانید حالا مذهب تی زیگری تی مذهب شیعی تی مذهب سنی تو مثلا بلوچستان بگوش سنی خب شیعیان بلوچ چیه کنه شیعه بلوچ کم نه تو برای کرمان علاقه باشکرد علاقه تما پهره علاقه بازی بلوچ شیعه یعنی ماشو بلوچه ماشو مثلا مذهب حسابا باید سکولار ببین یکی وقتی مذهب شیعه بداری یکی وقتی سنی یکی مذهب اعتقاد وقتی هر دو وقتی دلی کاشی زندگی بکنم دیگر مذاهب یکی زیگری یکی ممکن لوتی مسیحی یکی اساسا دیگه چیزی بلوچستان باشی دنیا پچین زن پدا همه سوئد من تو یاد که مسلمان هم دا مسجد هستی سنی هم هستی شیعه هم هستی ماشی دنیا پچین دنیای هر کس تو هر جا روتین بلوچستان هم بانده بلکه یهودی کانتین بودایی کانتین اما دکتر کشوران خلیجا یهودیان بوداییان و هندوان هر کس وقتی عبادتگاه هستند یک دولتی باید وقتی مردم عبادتگاه عرب کنن نه که بگوشی که عبادتگاه بهترین های بدترین دولت کاری پیش نیست این مردمان مثلا این دولت باید تمامی باشنده ها و یک چمی بیچاریتند آنی زبان چه فرق کنتن چه مذهبش فرق کنتن یا چه رنگش فرق کنتن درست هم باید پا یکین چم بیچاری بلند اصلا تا ایران دبنی و ماشا بلوچ باید همیدا باید بگنده و سعی کنه و زیاد بلوچستان سیاستا مذهبی مکنه اسلام سیاسی مکنه چه شیعه نامو بیتن چه سنی نامو بیتن برابر دقیقاً چه که بازی زاندکاری باشن که اسلام سیاسی ها بیشتر چشن که په مردم مشکل و خطرناک ببی په اسلام جنده و اما اصلی اسلام ها اسلام سیاسی و خطرناک هر دو خطرناک اگه تو نشی باره پروگرامی جور کنه توضیح دم چطور کار روم مذهب پروشت و چطور که اسلام نجات پیدا کو بعد یک معاویه چه مثلا مذهبی گری دور کد و چطور که شوروی چه اسلام کمونیسم استفاده کو خراب بود و هنوز هم گندگی خاورمیانه جنگ شیعه و سنی کو ایران حکومت شروع کو خمینی ها مرچی چه بدبختیانی جوری کتا افغانستان را بگیرید دقیقاً چه که اما گریز از مذهب بیتن چه که ایران بازی معلوم که مثلا چه مذهب دور بیت چه خمینی آیا گرند اگه ما دیم تر مثلا پشتا برین که بیچاره مثلا خمینی آزمانی که آیا بازی مردم مسلمانی و نماز کنه و معتقدن برای اسلام سیاسی توانی یه وڑا مشکل ببی چین حاکمیت مثلا دیجیتال ام په بلوچ معلوم که و تجاه بلوچ منافع و بلوچستان بعد دیگه جایی په اسلام جنده مثلا کسایی که مثلا نگران اسلامند قائم وشن که گو مولا وربن گو می مولا حکومت یا حکومت اما داشتگی مولا که ملک تو کسن گوشن وربند این چین حاکمیت دیجیتال به هر حال اسلام هم آذربایجان تن چون که مثلا منافع ملی بلوچستان و بلوچ آذربایجان تو چین و نیات که اسلام دیما بانا چین هم آدم وقتی ملکا مسلمانی گفتن باندی کتا گند باند روچی ودی قدرت بگیریتن علما نلوتیتن که مثلا اسلامی دیمی بدارند نه و یک چیزی بله مشخص است که اسلامیان تا حقیقت چین خلاف مخالفتی نکرده چه طالبان و بشر چه پاکستان اسلامی و بشر یا ایران اسلامی و بشر یعنی ادا جا کہتے ہیں کہ شانی کا اسلام ادا کنات و تا ضد امریکا زانانتن و ضد کمونیست زانانتن
اشان اسلام هم یک اسلام شخصیه. حالا اسلام سیاسیه پا اسلام استفاده کننده پا وقتی مردمانی صاحبا فکر کنم سیسرو بیتین تا ما زمانه که تازه مذهب مسیحیت کهیتین تا اروپا یا آودی ممکنه 1% 2% مثلا امپراتوری روم مردم جمعیت مسیحی بانتین گوشی که حالت دیگه مذهب بانتین دیگه مثلا که خدا بانتین و یه وقتی اروپاییانی بانتین اینگوانگو آیا هم آودی گوشید که مذهب شیند که بعد مولا کشیشان شهرنگ پایین لاپا سیر کنده پا حاکمان شهرنگ که مذهب استفاده سو استفاده کننده پا گریب بدین که هر چیزت دست دیانتی تا یه پروسه پرچی گریب مردمی که رو کشاگ بی گریب مردمی که باید زهر بداگه میشه مولا هر رو چند کنه چم گریب مردم هم زهر گریته نه اشین کنی پا گریب همیشه زهر رئیشه 2000 3000 و حداقل چند سال پیش مثلا یه خبر کتگن دیسته که مثلا مذهب ما بودیم چطوره که گریب مردم واسطه خرابین کشیش و مولوی بیتن و آخوند بی آی واسطه فایده اند و حاکم واسطه که چه مذهب استفاده کنند پای واسطه فایده اند پس درو حاکمان مثلا هر یکی واسطه من یهودا من کمک کنگین که کنستانتین که مثلا تا روما مثلا اول مسیحی بود تو آیه وادی که مسیحیتی و دینی کوتی وتی مثلا رئیس مسیحیت کو حاکم مسیحیت کو انچو که ایران شاهد گشتی که آیه پروتکتر مثلا اسلام و یا آدیگه پادشاه ما هم پروتکتر اسلامو ولی وادی که آیه مرد پاپا به صلاح ادعا کو که آیا روم غربی داتا منا پاپ همشه تا ایتالیا روما شهر بود یعنی اولی رنده که طرف مثلا مسیحی بود ملک نیم مذهبی هم بود روم شرقی و غربی بود که شرقی همایی که کنستانتین مرچ ترکیه و هم علاقه هم غربی همشه که ایتالیا و یه علاقه بانده آی پدا وادید بدگی موضوعی بله تو وادی که مذهب و کارت سیاست ها تو نزانه کجا نیم اگر روتین فقط یک حاکمانی واسطه و همانی که وقتا مذهبی رهبر زانت در رهبر مذهبی ایداب نه در مولا و مولوی آخوند ایدابیم فکر نکنند بل آنی که مذهب سیاست تو که استفاده کنند آیان واسطه باز فایده بیتین همیدا واکمن واسطه بل ما در سیسی رو گشته پا گریب مردم بدبختی کاریتین چون شو گندگی ایران و طالبان تچگی بیت نروژ جمعیت 4 میلیونه چه ودا کیت ما یه سارتی نروژ ایگا که من زر بده یک مردم شده مرگن خب تا هم دا اینچو گوشه یک من واتم خدای نماینده و امیرالمومنین هستین وقتی مردم لاپتهگا منطقه کای نروژا و آمریکای پدام منتواره که توکش من اشغال که پدام منتواره که من زر بده که من وقتی مردم لاپ بدیم 20 سال جنگ کوتا کشم بگیر لینه و انی پدا کوشش کنن پدا بیارن تک چمش کمک بگیرن بعد وقت کم ما آخر سوال من یه بڑا جوز کنم که برای بلوچی سازمان هم مثلا یه مشکلاتی که هستن برای حاکمیتی که یعنی چین یا امپراتوری شروع کتا که برای معشوم ملکان استعمار کنه بلوچ سازمان برای مختلفین تفکران فعالیت کنه هم کمونیستی سازمان هستیم هم سیکولار و لیبرال که شما وقت نمایندگی کنه یکی چه همی اعضاب سیکولار هم بلوچانیگا بعد دیگه مذهبی سازمان هم و اسلامی هم هستند یه درست چطور توانم بیان مثلا یک صفحه تو که جمع ببند که یه اشغالگری چینه که مبارزه هر کسی که حزب چیزی یاد کتا الوتی وتی دی ما براته دیگه کسی که هم دک سوید انگ توات که سوید اخبار گوش کنه همی حزب گوشی ما گوادگر همکاری نکنم ما گوادگر همکاری نکنم و حزب عملاً که جور بانتین تیز پیشش جور بانتین که وقتش قدرت بگیرانتین دیگه وقتش کاران دیما برانتین و وقتی مسائل دیما برانتین خاصی شرایط آنی که جور بانتین خاصی موقعیتی که کیتین حزبان پاوتی منافع ملی ها یک مثلا الانسانی جور کنانتین آ شرایط باید بیایتین ولی خب بلوچستان تو که تاگت شرایط نیاد که پرچی بلوچستان تو که تاگت نمایندگی حزبان دیگ نبوده تاگت نمایندگی مشبه طایفه مردمانگی یا نمایندگی تاگت مولانیه مولا چطور که متحد بانتی مشفزانی خان سردار بلوچش با متحد نتون تگی بته انیگه اگه دیگه سردار هم جور کنه بته جمهوری اسلامی جور تا یه نتونه متحد جمهوری اسلامی ارتن فهمشی کارکس وقت سرش بکنته نه کشون جور کنه بته بلوچ واسطه شو جور کنه بته پاوتی خاصی رژیم هدفانی واسطه نی شرایط وعده که بیتن ضرور کار بانتید ولی خب گپ بشند که بلوچستان تو که هنیگان همه یک وقت حزب سیاسی جور بیگن تیوتی شهرین چیزین اشیوتی تو بانداروچ کار بداتن و ما تا حزب مردم بلوچستان ما واقعا شد که بلکه لیبریشن تیما تر بازی حزب پکار نه اگه هندوستان بودم یکی کنگرس بوده اگه آمریکای هم یکی جمهوری خواه بودند
آمریکا شرق تا یک حزبی بوده 1000 حزب نبودن ترى 1000 سر بودن هر سری وقت نیمگی بارتن یعنی یک ترى 1000 راه نتونه جور بکنه تو باید حزب بیاد کنه تو مختلف راه لوته بره و تو پدا گرم مشکل جور کنه یعنی گپ همش ما تا حزب مردم ما گپ همش ما امید بلوچستان شرقی ما گندگی این چه حزب شاسته نتونه گن جایی برن متاسفانه کردان تو هم که به اصطلاح خوب چه ماشمال سیاسی بلوچستان غربی گن دیماترند بلوچستان شرقی ممکنه چه باز دیماتر نیم چه قلبی دیماترند بل چون مثلا چند دستگی حزبی هست نتونه دیما برانتن نیمه کوشش هم شد که بلوچستان تو که اولی کار اول انجام بده آمریکا یک حزبی هست چون جورج واشنگتن دموکراتیت آمریکا دموکراسی دیما رفت حالا طول کشید دموکراسی کمی همینه تا هندوستان و اندرا گوشم مهاتما گاندی و جواهرلال نهرو دموکرات تا هند دموکراسی نیمه رفت تیتو و لنین تا روس و تا چه نامنی یوگسلاویا و یا مثلا که بین بلان که الجزایر ایشان باید یک دموکرات نیستند کشورش دموکراسی نمیگه نرفتن چه آزادیه اداره که مردم به اصطلاح حزبان و ساختارش و دموکراتیک بیتن و دموکراسی اعتقادش بیتن و کشوران دموکراسی برانتن ولی شرایط لیبریشن این وادی آزادی بخش تی جنبش ترا هزارانی حزب کار نین بلکه ترا قدرتمندین و یک به اصطلاح مینستریم یا اصلی مسیر حزبی پکارند که بتوند بلوچستان در شرایط مختلف نمایندگی بکنند. زندگ باته منتوار چه شما که مرچی مدیوان بر زورتو برال بازن روشنگری چین باره کد ما تشکر کنیم چه شما حضور. واسطه مهربانی حمید آبا آریان تلویزیونه و تمامی کسایی که در کار کنند. سلامت باته منتوار چه شما امرایی شبواش